مسواک نزنید. بله، کاملا درسته. تعجب نکنید. شما دیگه نباید از مسواک پلاستیکی استفاده کنید. در حال حاضر 99% افراد از مسواک‌های پلاستیکی استفاده می‌کنند. الان ممکن بپرسید خب این چه اشکالی داره؟ در جواب باید بهتون بگم که مسواک‌های پلاستیکی دارای موهای نایلونی هستند که حاوی میکروپلاستیک هستند. هر بار که مسواک میزنید میلیون‌ها میکروپلاستیک وارد سیستم ایمنی شما میشن. این میتونه باعث ایجاد سرطان و منجر به سایر مشکلات سلامتی هم بشه. اگر میخواهید که جلوشو بگیرید، جایگزین‌های طبیعی زیادی وجود دارن که من توصیه میکنم از چوب مسواک استفاده کنید. این چوب جایگزین طبیعی و سالمتری به جای مسواک است که از طبیعت به وجود اومده که دندونهای شما رو در عرض چند روز سفیدتر میکنه و حاوی هیچ گونه میکروپلاستیکی نیست. پس متوجه شدید که چرا نباید مسواک بزنید. حالا دیگه بستگی به خودتون داره که بخواهید عادت و سبک زندگی خودتون رو تغییر بدید.